وسواس میتونه شستن دست باشه، میتونه حمام طولانی باشه، میتونه روی تقارن و نظم و ترتیب و ابسشن که تعریف کردیم، افکار و تصویرهای ذهنی و تکانه‌های تکراری مزاحم. اگر یه نفری میگه که من به خاطر اینکه خونم تمیز باشه و کسی رو تو خونم راه نمیدم، بچه‌م حق نداره بچه 1 سالم اسباب بازیاش رو استفاده بکنه و دوباره باز این فکر میاد و دوباره حالش بد میشه. یعنی که دفعه اول مثلا 1 بار میشوره، بعدش مثلا 2 بار میشوره، دفعه بعدی مثلا 5 بار میشوره، بعد 10 بار، 20 بار، 30 بار. سلام خانم دکتر. سلام. خوب هستین؟ مرسی، ممنون. سلام باشین. خوش اومدین. مرسی، متشکرم. خب این اپیزود می‌خوایم راجع به وسواس صحبت کنیم. وسواس طبق حالا چیزی که من شنیدم و حالا تصورات عادی عموم مردمه، فکر میکنن شستن بیش از حد فقط، ولی مثل که خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. دقیقاً. آره. خیلی وقتا توی اتاق درمان هم ما به مراجعه میگیم که شما وسواس دارین، یا به خانواده‌هاشون میگن خب که اصلا دستشو نمیشوره. وسواس میتونه شستن دست باشه، میتونه حمام طولانی باشه، میتونه روی تقارن و نظم و ترتیب و همه اینا باشه. حوزه‌هاش خیلی متنوعه. یعنی وسواس میتونه حتی خیلی چیزای عجیب غریب باشه. میتونه یه سری افکار ترسناک باشه، مثلا فرد فکر میکنه نکنه خودمو پرت کنم از پنجره پایین، نکنه بغل دستیمو هل بدم بندازم، نکنه دارم با ماشین رانندگی میکنم مثلا یه انسانی یا یه مثلا حیوانی رو زیر کردم. یه مراجعی داشتم من کیلومترها رو مثلا برمیگشت چک میکرد ببینه که توی این فاصله که رانندگی کرده مثلا نکنه کسی رو کشته باشه یا حیوانی رو کشته باشه، نکنه مو بخورم، نکنه پرتو مثلا رادیواکتیو توی هوا هست و من مثلا آسیب ببینم. تکرار کلمات هم میتونه باشه. بله. مثلا زیاد یه کلمه رو تکرار کنن یا مفهوم رو زیاد مثلا تکرار کنن. دقیقاً. اصلا کلاً تم وسواس تکراره. یادته توی اضطراب میگفتیم تم اضطراب تهدید و خطره. تو افسردگی تم از دست دادنه. از دست دادن یک چیز ارزشمنده. توی وسواس تمش تکراره. اصلا به خاطر همین وسواس قبلا زیر مجموعه اضطراب بود، ولی در آوردن چون دیدن اصلا فقط بحث اضطراب مطرح نیست. تمش تکراره. اصلا تعریف وسواس چیه؟ یه ابسشن، افکار وسواسی، یه سری فکر یا تصویرهای ذهنی هن که مدام توی مغز فرد تکرار میشن و به اراده خودش هم نیستن. یعنی اصلا دوست نداره فرد این فکر بیاد. از لحظه‌ای که این فکر وارد مغزش میشه اعصابش خورده و حالش بده. دقیقاً فرقش با نگرانی اینه. نگرانی فرد فکر میکنه داره حل مسئله میکنه، فکر میکنه داره یه کار مفیدی میکنه، ولی وسواس به محض ورودش فرد میفهمه که وای باز این فکر اومد سراغم که ای وای من آلوده‌ام، من دارم آسیب میزنم، من الان یه اتفاقی برام میفته و مزاحمه دیگه. یعنی فرد دوستش نداره و خیلی آزارنده است دیگه. یعنی حال فرد رو خیلی بد میکنه و فرد مدام سعی میکنه که یا این فکرها رو نادیده بگیره، سرکوبشون بکنه یا مثلا خنثی کنه به روشی. این میشه وسواس. حالا اگر شنیده باشی میدونی اسم کامل وسواس اختلال وسواسی جبریه، یعنی obsessive compulsive disorder. ابسشن که تعریف کردیم، افکار و تصویرهای ذهنی و تکانه‌های تکراری مزاحم و غیر ارادی هن که فرد رو خیلی اذیت میکنن و حال فرد رو خیلی بد میکنن. فرد سعی میکنه خنثی کنه، سرکوب کنه و یا نادیدهشون بگیره. اجبارها چی هن یا کامپالژن ها؟ اون رفتارهاییه که فرد انجام میده که در واقع میخواد سعی کنه خودش رو از اون ابسشن ها یا از اون وسواس ها نجات بده. مثال فرض میکنه که دستش آلوده است و میره دستش رو میشوره. این فکر این که دستم آلوده است یه وسواسه، البته اگر که بیش از اندازه باشه، مزاحم و تکراری باشه. این یک وسواسه. شستن دست یک رفتار یا یک اجباره که یک رفتاریه که در پاسخ به اون فکر وسواسیه. یعنی فکر میکنه اون شستنه این حسو برطرف میکنه، اون حسو بدو برطرف. دقیقاً. خب یه سوال، الان این افکار برای همه پیش میاد که حالا مثلا من خیلی ساده تر، من رفتم بیمارستان، خب میدونم اونجا کثیفه و این حس به ذهنم میاد که خب من دستم کثیفه، الان ممکنه باعث بیماری بشه، میرم دستامو میشورم و خب اوکی میشه. میگم این حس برای خیلی‌ها پیش، برای خود منم حتی پیش اومده. چه جوری این باعث میشه که این بشه وسواس؟ میگی مرز بین رفتار سالم و ناسالم، مرز بین یک فکر سالم و ناسالم چیه؟ وقتی که
باعث آسیب به خود فرد، اطرافیانش یا محیط نشه، باعث اختلال در عملکرد فرد نشه. این میشه مرز بین سالم و ناسالم. اون تمش همین تکراری بودن بیش از حد فرد رو از زندگی میندازه. ولی سوال فکر کنم اینه که چی میشه که اینجوری میشه؟ این که میگی ببین فردی که مستعد وسواسه، این فکر به اون اندازه‌ای که تو رو ناراحت میکنه اونو ناراحت نمیکنه، خیلی بیشتر ناراحتش میکنه. این تو اگه مثلا بین 0 تا 100 به اون حس اضطرابی که اون لحظه داری که نکنه یه ویروسی تو دستمه، یه لحظه گذرایی میاد و دستتو میشوری از بین میره، اون فکر خیلی شاید از 0 تا 100 نمره بدی بگی مثلا 10 تا 20 تا، ولی اون فرد اصلا اگه بگی بین 0 تا 100 میگه 1000. یعنی هر چی بخوای قانعش کنی که بیاد بین 0 تا 100 عدد بده نمیتونه. اینقدر ما اصطلاحاً از کلمه آشفتگی شدید هیجانی استفاده میکنیم. یه مثال، همین مثال مثلا آلودگی مراجعی بود که فکر میکرد که ویروس ایدز دستش مثلا به ویروس ایدز ممکنه آلوده بشه و حالا ته فکرش هم این بودش که من دستم آلوده به ویروس ایدز، من میام خونه و بعد هم خودم هم همه اعضای خانواده‌ام مبتلا به ایدز میشن و من مقصر مرگ کل خانواده‌ام. خب این خیلی حال آدمو بد میکنه. این فکر خودش باعث میشه که فرد یک آشفتگی شدید هیجانی پیدا میکنه. حالا اینجا مثلا از جنس ترس و احساس گناه و اینا. و بعد برای اینکه بیاد خودش رو رها کنه از این وضعیت، میاد چیکار میکنه؟ میاد دستشو میشوره. ولی نکتهش چیه؟ چون خیلی سطح استرابش بالا بوده و چون خیلی برای این فکر ارزش بیش از اندازه قائله و چون این فکر ماهیتاً تکرار شونده است، اولین باری که دستشو میشوره، از اون مثلا اگر بگیریم سطح استرابش روی 100 بوده، الان مثلا نمیاد روی 0 با شستن، میاد روی مثلا وای میسه روی 60 50 60 70 یه همچین عددی. ولی باز چون به هر حال یه مقداری آرومش میکنه و چون این فکر را تکرار شونده است، دوباره این چرخه تکرار میشه. دوباره وقتی که توی این موقعیت قرار میگیره، یه فکری میاد که من آلودم، من ممکنه آسیب بزنم به خانواده‌ام، دوباره حالش بد میشه و باز اولین چیزی که به ذهنش میرسه همون رفتاریه که جواب گرفته، دوباره دستشو میشوره و دوباره یه مقدار حالش بهتر میشه و دوباره باز این فکر میاد و دوباره حالش بد میشه، دستشو میشوره و دوباره یه مقدار حالش بهتر میشه، تشویق میشه و این چرخه هی ادامه پیدا میکنه، هی بدتر و بدتر میشه. بدتر و آفرین. این تازه در حالت عادیشه. بدتر و بدتر شدنش چجوریه؟ این اضطراب در چه صورتی از بین میرفت؟ در صورتی این که یه بار دستشو میشست، مثل اون چیزی که مثلا من و تو شاید انجام میدیم، بعد از اون به این فکر میکرد که خب دیگه دستم مثلا تمیز شد و اینا، و بعد یه ذره تحمل میکرد این حسو، میگه آره میدونم یه ذره مثلا این فکر داره میاد ولی میتونم اینو تحملش کنم. و بعد اون موقع دیگه سطح استراب، چون میدید واقعا اتفاقی نیفتاده، من دستمو نشستم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ولی این فرصت رو به خودش نمیده. وقتی این فرصت رو به خودش نمیده، این استراب، این ترس همیشه توی سطحی میمونه و هر بار میاد برای اینکه به امید اینکه این بار بتونه مثلا به جای 50% 70% حال خودش رو بهتر کنه، بیشتر دستشو میشوره. یعنی اگه دفعه اول مثلا یه بار میشوره، بعدش مثلا 2 بار میشوره، دفعه بعدی مثلا 5 بار میشوره، بعد 10 بار، 20 بار، 30 بار. آره خیلی بیشتر از اینا. خیلی وقتا ما مثلا مراجعه داشتیم که مثلا 3 روز توی حموم میخوابید، مثلا تو غذاش و اینا رو میبرن توی حموم، نمیتونست در بیاره. هر بار که خودش رو میشست مثلا فکر میکرد که دوباره آب پریده مثلا یه جایی و دوباره مثلا نجسه. چه بد. آره خیلی خیلی بده، خیلی فرسایشیه، خیلی فرد و فرسوده، خیلی خسته میکنه. مثلا واقعا وسواس یکی از سخت‌ترین اختلالات روانپزشکی و اصلا دقیقاً به خاطر همین فرسایشی بودنش، سخت بودنش، شرایط خیلی بدی که از فرد اصلا تصمیم میگیره خودش رو تو اون موقعیت قرار نده. یعنی تصمیم میگیره که من اصلا بیمارستان نمیرم که دیگه اینقدر درگیر شستن، مثلا 30 بار دست شستن، 50 بار دست شستن نباشم. درگیر اجتناب میکنه، میتونه زندگی بکنه، اجتناب میکنه. یعنی دقیقاً. و بعد چی میشه؟ اجتنابم تقویت میشه، یعنی تشویق میشه که اجتناب. چرا؟ چون وقتی اجتناب میکنه میگه خب نرفتم بیمارستان، دیگه مجبور نیستم روزی 40 بار دست بشورم. خیلی وقتا میان میگن که خانم ما وسواس نداریم، مثلا وسواسمون زیاد نیستش، ما مثلا تو اینطوریم، فقط یکی بیاد خونمون خب خیلی مثلا مشکل برامون پیش میاد. بعد اینجا ما سوالی که میپرسیم اینه که میگیم چند وقت یه بار مهمون میاد، بعد یهو مثلا ببینم همسرش با این ناراحتی خیلی زیادی میگه که خانم دکتر 2 سال هیچ کس خونه ما نیومده،
یعنی داره از اومدن مهمون یا ما هیچ جا نمیتونیم بریم. ما اگه میخوایم بریم مثلا مهمونم دعوت کنیم باید بریم رستوران و چون که معمولا دیگه مردم خیلی این سبک رو دوست ندارن عملا ما با همه قطع ارتباط کردیم. شاید اون نمود بیرونی شستنه دیگه دیده نمیشه ولی چرا؟ چون اجتناب جلوش رو گرفته. خب الان یکی از اطرافیان ما خونهشون که میریم خونهشون خیلی تمیزه، یعنی نه اینکه حالا خونه ما کثیف باشه ولی خب خونه اونا یه جوری تمیزه که اسم می‌کنی الان می‌خوایم بریم مثلا فیلم ضبط کنیم اونجا. یعنی طرف وسواس داره، من میتونم تصور کنم. آره اونجوری تمیزه. خیلی ببین بستگی داره واقعا. میتونه میگم باز میتونه سالم باشه این رفتار. مثلا اگر در زندگی فرد اختلال ایجاد نکنه هیچ اشکالی نداره، ولی اگر یه نفری میگه که من به خاطر اینکه خونم تمیز باشه و کسی رو تو خونم راه نمیدم، بچه‌م حق نداره بچه 1 سالم اسباب بازیاشو استفاده بکنه، بعد بره فقط تو خونه وقتی داره آسیب میزنه به بچه‌ش، به خودش یا به خانواده‌اش، خب این دیگه سالم نیستش. من معمولا زیسته سوالات این موقع ها میپرسم، میگم مثلا فرض کن که ساعت 10 شب مثلا از مهمونی برگشتی یا 12 شب از مهمونی برگشتی، خسته ای، 2 تا بچه، حالا بچه‌ها رو بخوابونی، مدیریت بکنی، خونت هم کثیفه، چی کار میکنی؟ معمولا میگن که مثلا خب میریم میخوابیم میذاریم برای فردا، ولی فردی که اختلال وسواس داره میگه نمیتونم، خوابم نمیبره، تا 4 صبح میمونم. بعد چی میشه؟ کمردرد، آرتروز. اینه ببین نکتهشون عوارضی که ایجاد میکنه است. از اون اینکه چقدر تاثیر رو زندگیش میذاره، چقدر آسیب میزنه به زندگیش، این مهمه بیشتر. بعد یه چیز دیگه هم که حالا میخواستم بگم اینه که ما فقط بحث اینم نیستش که مثلا شستشو باشه. مثلا ممکنه یه سری افکاره، مثلا فرد میگه که من خجالت میکشم از این که نکنه من نسبت به یکی از مثلا پارتنر دوستم نظر داشته باشم. یه بار یه همچین حسی توی مهمونی بهم دست داده و بعد از اون موقع همش نگران این موضوعم. من همیشه بعد مثلا خیلی هم سعی میکنم که توضیح بدم به ما که به خدا من همچین آدمی نیستم، من آدمی نیستم که بخوام به کسی مثلا ما میدونیم که تو همچین آدمی نیستی و این فکر صرفا داره اذیتش میکنه. اینا یکی از چیزایی که خب ما توی اتاق درمان خیلی با چالش‌های شناختی سعی میکنیم درمانش کنیم. یه مثالی که هست، یه موضوعی داریم ما توی وسواس به اسم thought action fusion، یعنی یکی شدن فکر و عمل. مثلا حالا 2 حالت داره، یکیش اینه که فرد فکر میکنه که اگر که من فکر کردم به این که مثلا یه مراجعه داشتم، بنده خدا خیلی مسائل مالی براش پیش اومده بود، بعد یه بار از ذهنش این موضوع خطور کرده بود که اگر ارثش بهش برسه الان این مشکل حل میشه و این شروع یک وسواس 6 ماهه خیلی شدید شده بود، طوری که زندگی فردو در واقع فردو از زندگی انداخته بود. یعنی فکر میکرد اگه مثلا ارث بهش نرسه حالا ورشکست میشه یا مشکل خیلی مالی خیلی سنگین براش پیش میاد. فکر میکرد که یه مشکل مالی براش پیش اومده بود، بعد این فکر به ذهنش رسیده بود که اگر مثلا پدرم فوت کنه الان ارث برسه به من، مشکل مالیم حل میشه. اصلا بنده خدا فوت نکرده بود. نه و این یه لحظه ناخودآگاه خب یه فکری، تصوری که آدم فرض کنه که مشکل مالیش حل میشه، خب آدم خوشحال میشه دیگه در لحظه، ولی درجا خب ما خودمون باشیم میگیم خدا نکنه مثلا بابامونه حالا فلان این، ولی این فکر این با یه خدا نکنه حالا بابامونه حل نشده بود. اینطوری شده بود که فرد دیگه تمام زندگیش رو وقف پدرش کرده بود، پدرش رو چکاپ کامل، اصلا یه رفتاره عجیب غریبی دیگه از زندگی خود سر کار نمیرفت، همش میرفت پیش پدری که جبران کنه اون فکر رو که چرا این فکر، و این فکر هم مدام میومد مدام این فکر تو ذهنش بود و نمیتونست ازش خودش رو خلاص کنه. ما به این میگیم thought action fusion. این یه مدلشه، یعنی این که من فکر این که پدرم اگر مثلا بمیره من ارث بهم میرسه همون اندازه کثیفه و گناه‌آلوده که انگار که من مثلا پدرمو کشته باشم. این همون حسی رو من میده که انگار من بخوام پدرم بمیره، من آرزوی مرگ پدرم عمیقاً داشته باشم، در صورتی اون فکر ما گفتیم چیه؟ افکار وسواسی، افکار غیر ارادیه، اصلا دست خود فرد نبوده. این افکار غیر ارادی برای همه پیش میاد، ولی خب در حد مثلا 10 ثانیه است، 15 ثانیه است، بعدش دیگه منطق و احساس اینا جلوشو میگیرن.
دقیقاً ولی اینجا خب نمیگیره دیگه، یه مقدار داستان میشه. حالا یه مدل دیگه هم داریم تات اکشن فیوژن، این خیلی بامزه است، این مقداری چیزش کمتره، این که توی فرهنگ ما هم خیلی زیاده، مثلا چشم زدن یا گفت زدن، میگن سقت سیاه، اینو گفت. تات اکشن فیوژن یعنی چی؟ یعنی که حرف با عمل یکی میشه. یعنی من گفتم بارون میاد، دیدی بارون اومد، من گفتم که شلوار بپوش، یهو وسط راه یه اتفاقی میفته و پیاده شی، دیدی بنزین تموم کردی، تو گفتی که مثلا آره اینطوری. فرآیند دفاعی هم داره، میزنه به تخته چش نظر میذاره. آره یا مثلا چه میدونم استغفرالله زبونمون رو گاز میگیریم که یا بخارون پشت تو که مثلا نمیدونم چشم نخوری، چشم نظر به خودمون آویزون می‌کنیم. البته ما در مورد چشم نظر و اینا چیزی نداریم، دیتایی نداریم، نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم، ولی خب منظوری که چیزایی که اگر خیلی بیش از اندازه بهش پرداخته بشه میتونه اینم فردا اذیت کنه. مرغ آمین توی آسمون رد میشه، اینو شنیدین شما؟ یا مثلا نه آره مثلا مرغ آمین رد میشه اگر مثلا یه حرف بدی بزنی اون میشه. یه مثلا بخوام یه مثال برات بزنم، فرض کن که الان بگو که اگه دکتر منصوریان بمیره این پادکست‌ها رو با یه دکتر دیگه ادامه میدیم. اولی که خدا نکنه. این دقیقاً میشه تات اکشن فیوژن. آها آره متوجه شدم. حالا اون قسمتش که اگه بگی حالا دور خان دکتر نه ما همچین فکری نمی‌کنیم، این منطقیه ها، حالا ادامهش چرا این فکر اومده فلان، ولی اینکه اصلا حرفش نباید زده بشه این خودش میشه یعنی که چی؟ یعنی تو ذهن ما انگار یه حسو ایجاد میکنه، گفتن با انگار اون اتفاق افتاده. آها یعنی اون افکار با اینکه واقعا من اون کار رو انجام دادم قاطی میشه. دقیقاً. جالبه. یه سوالی من دارم، این اصطلاح وسواس فکری، این که میگن من وسواس فکری دارم، خیلی زیاد شده تو جامعه، خیلی استفاده میکنن، این واقعا همینقدر شایعه؟ یعنی همینقدر زیاده؟ خیلی از مراجعینی که میان توی مطب و مثلا یا توی اتاق درمان میگن که ما وسواس فکری داریم، در واقع وسواس فکری نیستش. ما کلا یه اوورثینکینگ داریم یا بیش از اندازه فکر کردن داریم که میتونه وسواس باشه، میتونه وری یا نگرانی باشه، میتونه نشخوار ذهنی یا رومینیشن باشه. فرق این ستا چیه؟ وری مال اضطرابه یا نگرانی که فرد مدام سناریوهای مختلف میچینه، نکنه مثلا بمیرم، نکنه زلزله بیاد، نکنه ورشکسته بشم، نکنه مریض بشم، نکنه تصادف کنیم، نکنه مثلا خونه آتیش بگیره، مدام نگران سلامتی رفاه. فکر کنم حالا توی پادکست اضطراب در موردش صحبت کردیم. مدام تم تهدید و خطر داره، مدام فرد. منتها نکتهش اینه که فرد داره همش در مورد آینده است، داره در مورد آینده فکر میکنه و پیش خودش هم فکر میکنه داره حل مسئله میکنه، یعنی و همخوانه با خود اصطلاحاً میگیم ایگو سینتونیکه، یعنی فرد با اون فکرها خیلی حالش بد. درسته که فکرها در دراز مدت بهش آسیب میزنه ولی به حساب خودش اون داره فکر میکنه، یه نیمه ارادیه تقریبا. توی نشخوار ذهنی یا نشخوار فکری اینجوریه که فرد به گذشته همش فکر میکنه، چرا فلان اتفاق افتاد، چرا فلانی فلان کارو کرد، یا افسوس گذشته رو میخوره، هی داره اتفاقات قبل رو مثلا مرور میکنه، اینطوری بود، اینطوری میکردیم، میگه مثلا ذهنم خیلی درگیر گذشته است و خیلی هم تمش خود سرزنشگری و خیلی افسوس و اینجور چیزاست. توی وسواس معمولا اینطوریه که حالا خیلی در بند زمان نیست، بیشتر میشه بگی مثلا به زمان حال یا آینده ارتباط داره، ولی توی وسواس اینجوریه که یه موضوع ثابته، مثلا کلید میکنه روی مثلا پرتو رادیواکتیو، کلید میکنه مثلا روی مو، یه مو اونجا میبینه مثلا فرار میکنه که نکنه این مو مثلا من این مو رو بخورم، چرا؟ چون عکس یه دختری تو اینترنت دیده که موی زیادی رو خورده و عملش کرده و معده‌شو درآوردن، در واقع معده‌شو در نیاوردن، اون موها رو تو معده‌اش در اینو دیده، یه بار خیلی چندشه شده، یکی از تمای رایج وسواس چندشه دیگه، خیلی چندشه شده و بعد برای اینکه مثلا اینطوری نشه کلا از هر گونه موی پرهیز میکنه. به یه موضوع خیلی خاصی حساس میشن، یعنی دقیقاً آفرین، روی یه موضوعی فرد خیلی حساس میشه، یعنی ما گفتیم تمش تکراره و اینکه یه مقداری هم متفاوت‌تر از نگرانی دیگه، یعنی نگرانی موضوعات پیش پا افتاده است، مثلا ورشکست نشم، درسم موفق بشم، امتحانمو نیفتم، کسی از دستم ناراحت نشه، ولی وسواس میگم مثلا خیلی موضوعات خاصه،
البته ممکنه وسواس هم موضوعات خاص نباشه ها، ممکنه همین اوورتینکینگ در مورد آلودگی و چه میدونم نجسی پاکی باشه، یا مثلا میگم اینطوری میشه تشخیص داد که خیلی تمش تکراره، یکی که خیلی موضوعات عجیب غریبیه، ولی میگم اگر حتی یه نفری بیاد موضوعات بیش از هم که نداریم، البته هم چیز معمولا من تا حالا باش مواجه نشدم، مثلا ندیدم کسی هم بگه که مثلا خیلی موضوعات متفاوت عجیب باشه، خیلی زیاد باشه و خیلی عجیب باشه. معمولا یا خیلی زیاده که میشه وری، یا خیلی عجیبه، یا خیلی تکراریه که این دوتای آخری اگر تکراری باشه یا اگر خیلی عجیب باشه معمولا وسواسه. ولی باز نمیشه فقط بر اساس اینا تشخیص دادا. یعنی تو باید ببینی که فرد برای اون فکر چیکار میکنه. مثلا فرد نگران وقتی که وری داره فقط فکر و خیال میکنه هیچ کاری هم نمیکنه، عملی صورت نمیگیره، بیشتر فکر فقط. دقیقاً گفتیم که توی وری یک از چیزش اینه که آخرش به حل مسئله منجر نمیشه. ولی اینجا درسته که حل مسئلهش کارآمد نیست، ناکارآمده، ولی آخرش یه کاری میکنه، یعنی تبدیل به عمل میشه معمولا. حالا این عمل هم لزوما دلیل نمیشه که یه عمل قابل رؤیت باشه ها، مثلا حتما دست شستن باشه، یا ممکنه مثلا توی ذهن شروع میکنه مثلا استغفرالله گفتن، یا مثلا تو ذهن شروع میکنه میگه من مثلا اگه به تعداد اعضای خانواده‌مون که 6 نفرن مثلا از 6 برعکس به 1 بشمارم، این خنثی میکنم این فکر رو. مثلا یه مراجعه داشتم، اعلامیه مثلا فوت کسی رو اگر توی خیابون میدید ناخودآگاه اسم مثلا پسرش میومد توی ذهنش، بعد میگفت پسرم میمیره و این حالشو بد میکرد، یعنی دیگه براش 100% بود اون لحظه که این اتفاق قطعا میفته. برای اینکه خنثی کنه چیکار میکرد؟ بلند اسم خودش رو میگفت. اگر کسی بود برای اینکه زشت نباشه، ضایع نباشه، به قول خودش تو دلش میگفت. حالا اینم بهت بگم مثلا یک چیزایی که گفتم خیلی آدمایی که مثلا میان میگن به خدا ما دیوونه نیستیم، مثلا حالا اصطلاحی که من زیاد کلمه رو دوست ندارم، ولی حالا اصطلاحی میگن به خدا خواهم دکتر ما مثلا جنون نداریم، ما دیوونه نیستیم، میدونیم، ولی اون لحظه دیگه دست ما نیستش. فقط میخوان اون حسه از بین بره، بعد حالا اون فرایند، اون گفتن اون کلمه باعث میشه اون حسه از بین بره دیگه، براشون این حسو بهشون میاد. دقیقاً یه مسکنیه که به صورت موقت روشون تاثیر خوب میذاره. در واقع اینطوری بگم یه تلاش نافرجامه برای رهایی از اون آشفتگی شدید، از اون حال بد. ولی چرا نافرجامه؟ چون فقط 40-50% حالشون رو بهتر میکنه، نمیاره 0-0 بکنه. کی 0-0 میشه؟ هیچ وقت بکنم تو اتاق درمان ما اینو 0 میکنیم. آها. حالا یه سوالی که من همیشه میپرسم، درمان رو اول من بگم. اول اونو بگیم. راست میگی، درست، اول درمان رو بگیم. آره اون فراینده رو من جابجا کردیم. اشکالی نداره، وسواس به خرج ندیم. خب من در مورد درمان بخوام بگم، بهترین درمان برای وسواس CBTه، درمان شناختی رفتاریه که حالا بیشتر روالش هم اینجوریه که ما فرد رو معمولا آگاه میکنیم به این. مثلا فرض کن که میگم چالش‌های شناختی، فرض کن مثلا فردی که میگه که من اگر که مثلا اعلامیه فوتو میبینم بعد اسم پسرم میاد، اگه این کار، ما میایم اینو چیکار میکنیم؟ اینو میبریم توی مثلا میپرسیم که چقدر احتمال داره، یا یه سری آزمایش‌های رفتاری انجام میدیم، روی اینا کار میکنیم. تو مرحله بعدی میایم به صورت رفتاری، بیشتر درمان CBT به صورت رفتاری انجام میشه. یعنی هزاری اگر حرف بزنی که دلایلی که وسواس خیلی سخت نتیجه میگیره، حالا بماند که خودش واقعا صعب العلاج نسبت به بقیه اختلالات، چون هم دوز دارویی بالاتری نیاز داره، معمولا پاسخ به درمان یکم ضعیف‌تره، معمولا درمان ترکیبی در بهترین حالت، مثلا کتاب قبلی میگفت 65% تأثیر داره، ولی باز حالا کتاب جدید میگه با توجه به روش‌های جدید نوروتراپی و نمیدونم ترکیب درمان دارویی و CBT و اینها، مخصوصا با اومدن CBT خیلی بهتر شده. اما یکی از دلایلی که میگن ما مثلا خیلی از مراجعینی که میان با وسواس میگن که ما اینو 1 سال مثلا تراپی داریم میبریم، هیچ فایده‌ای نداره، چون اصلا با حرف درست نمیشه. تا زمانی که فرد اون اتفاق نیفته، مثلا تا زمانی که 1 بار دستش رو میشوره، صبر نکنه تا ببینه که واقعا اتفاقی نیفتاد، اضطرابش از بین نمیره. اما تو نمیتونی از فردی هم که اضطراب 100 داره تجربه میکنه انتظار داشته باشی که بمونه خودش. خب اگه میتونست که انجام میداد دیگه، نمیومد بنده خدا برای درمان. پس ما چیکار میکنیم؟ یه روشی هست به اسم Exposure and Response Prevention،
یعنی شروع میکنیم از مقادیر خیلی کم، از مثلا چیزایی که فرد خیلی خیلی کم روشون حساسه، اصلا خیلی آزارشون خیلی کم آزارشون میده، به مدت که مثلا فرض کن حالا با یه اسلوب خاصی با نظارت خودمون توی اتاق درمان، اصلا تمرین هم معمولا نمیدیم که برین توی خونشون، نمیتونه واقعا فرد، واقعا نیاز داره که ما کنارش باشیم، حمایتش کنیم. شروع میکنیم اینا رو انجام دادن و فرد تشویق میشه وقتی میبینه من اینو انجام و چه حال خوشیه دیگه، اون استرا 50% همیشه بعد تشویق میشه که اینو ادامه بده و بیا روی قسمت‌های دیگه هم انجام بده. این یه روششه که توی CBT انجام میشه، بهش میگیم Exposure and Response Prevention. درمان اصلی وسواس توی CBT همین Exposure and Response Prevention هستش. درمان داروییش هم حالا خیلی وقت از فرد مثلا من یه مراجعه داشتم وسواسش به حدی بود، رتبه بنده خدا تک رقمی کنکورم بود، خیلی پسر زحمتکشی هم بود، وسواسش به حدی رسیده بود که از جاش تکون نمیخورد، یعنی غذاش هم باید با یه اسلوب خاصی بهش میدادن، دست به هیچ چیز، به گوشی، به میز، به هیچ چی نمیزد. خب اینو نمیشد مثلا شما بگی بیا من اصلا. یا یه مورد دیگه داشتم که میگفتش که همینطوری وقتی که وارد اتاق شد گفتم که خب بفرمایید مشکل چیه؟ گفت من نمیتونم مشکلمو بگم. خب من که نمیدونستم مسئلهش وسواسه، چندین احتمال تو ذهنم بود. بعد دیگه یه مقداری تعجب کردم، گفتم اصلا به میل خودت اومدی؟ گفت بله. گفتم نمیتونی بگی مثلا برای چند تا سوالی که پرسیدم در نهایت به این نتیجه رسیدم که وسواسش در گفتن همیناست. خب اینو من اگر بخوام براش چیز کنم، CBT کنم، خب اصلا نمیتونه تحمل کنه دیگه، مثل که بدون بی‌حسی دندون فرد رو بگیری بکشی، خب اصلا اذیت میشه دیگه. قبلا یه درمان دیگه هم بود به اسم فلادینگ که قوطه ورسازی بود، مثلا فرد اگه از یه چیزی چندشش میشد اونو مثلا میریختن رو سرش، یعنی یا فردو مثلا سوسک میذاشتن تو کیفش که دست کنه توی مثلا کیفش، اون یهو بره تو دل اون مواجه بشه با اون بدترین حالت ممکنش. بعد چرا از مد افتاد؟ به خاطر اینکه اصلا دیدن شدت محرک مهم نیست، مدتشه. توی اضطراب نمیدونم اینو حالا توی چیز پنیک فکر می‌کنم توضیح داده بودیم. آره توی پنیک بود که من گفتم که سیستم سمپاتیک وقتی که تحریک میشه فرد خود به خود خاموشش میکنه. اینم دقیقاً همینه، فرد کافیه که تو اون حسه بمونه، وقتی که بمونه کلا خود به خود اون حالت اضطرابی از بین میره. ولی چون این فرصت داده نمیشه باعث میشه که این چرخه ادامه پیدا کنه. در مورد همچین فردی حالا الان مثلا میگم ما میایم از اکسپوژرهای کوچیک شروع میکنیم، ولی در مورد فردی که اصلا نمیتونه صحبت کنه خب ما اینجا دیگه میریم سراغ درمان دارویی، یا فردی که میگم دیگه اصلا از جاش تکونم نمیخوره، یا مثلا یه مراجعه دیگه داشتم در عرض 1 ماه چنان کند شده بود. یکی از عوارض وسواس کند شدنه، خیلی هم حالا شایع نیست، خیلی زیاد پیش نمیاد، ولی اگه پیش بیاد یعنی خیلی سخت درمانش. در عرض 1 ماه عین یه ربات اصلا کند شده بود. خب اونو من دیگه واقعا نمیتونستم بگم CBT، یعنی رفتم سراغ درمان دارویی. اون یکی هم که براش نوروتراپی انجام داده بود، یکی مثالی که زده بودم. پس یکیش CBT، یکیش درمان داروییه. درمان دارویی توی وسواس هم اینجوریه که مثلا ما فرض کن برای اضطراب و افسردگی مثلا 50 تا 100 میلی گرم داروی ضد اضطراب میدیم. حالا اینم یه توضیح بدم تو پرانتز بد نیستش. دارویی که انتخاب میکنید معمولا SSRI ها هستن، Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. اینها دارویی هستن که سروتونین رو توی مغز بالا میبرن به روشایی. ما برای مثلا اضطراب و افسردگی مثلا اگر 50 تا 100 میلی گرم سرترالین یا همون آسنترای معروف نیاز داریم، برای وسواس 200 میلی گرم، 100 تا 200 میلی گرم نیاز داریم. اگر 20 تا 40 میلی گرم برای فلوکستین نیاز داریم برای اضطراب و افسردگی، برای وسواس 60 تا 80. میزانش بیشتره. آره تقریبا میشه بگید 2 برابره. اگر 1 ماه فرصت میدیم که اضطراب رفع بشه با همین SSRI ها، برای وسواس تا 4 ماه گاهی ما فرصت میدیم. کلا هم دیر پاسخ میده به درمان، هم سخت پاسخ، و گاهی اصلا پاسخ هم نمیداد به درمان. یعنی قبلا که خیلی در واقع میشه گفتش که مختل کننده بود، خیلی زندگی فرد رو مختل میکرد. الان خیلی بهتر شده و الان با اومدن روش‌های نوروتراپی، TDCS، RTMS، اینا روش‌هایی که خیلی سریع فرد جواب میگیره و میگم اون مراجعه‌ای که کند شده بود رو اصلا من دیگه
نوروتراپیش کردم، چون واقعا داشت میرفت به سمت، چون میدونی که اصلا تنه به تنه سایکوز میزنه خیلی وقتا، خودشون هم بندای خدا وقتی شک میکنن. به خاطر همینه دیگه، خیلی عجیبه، خیلی و چون ببین یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که وقتی مغز میفته توی یه سیکل تکراری، کلا مغز تسکاش، یعنی کلا چجوری بگم، مهارت‌های مغزی ضعیف میشه، مهارت‌های ذهنی، تمرکز مشکل پیدا میکنه، حافظه مشکل پیدا میکنه، حل مسئله، تصمیم گیری، تمام اینا مشکل پیدا میکنه. بعد اینا زیاد چون اتفاق میفته فکر میکنن علائم مثلا یه چیز دیگه است، علائم مثلا آلزایمر، یه چیزایی مثل این. آلزایمر اصلا اسکیزوفرنیا، یعنی آلزایمر جوانی دیگه، دمانس پرکوکس بهش میگفتن قدیما، که بعدن شد اسکیزوفرنیا یا شقاق مغزی میشه در واقع، این مزمحل شدن مغزه، یه جور زوال عقلیه که تو سن پایین‌تر اتفاق میفته، خیلی شبیه اسکیزوفرنیا میشه. یعنی واقعا مثلا من یه مراجعه‌ای داشتم که وقتی که اومد، من وقتی که سلام علیک کردم از حالتش فکر کردم که یا اینتלקچوال دیسابیلیتی یا مثلا عقب ماندگی ذهنی داره، ناتوانی ذهنی داره، یا اسکیزوفرنیاست. حتی اسمش رو مثلا خودش نمیگفت، مثلا ازش پرسیدم، با یه مثلا لبخندی مادرش نگاه کرد که مثلا اسمش رو بگه. بعد گفتم که چقدر درس خونده، انتظار داشتم مثلا که بگه حالا 1 کلاس 2 کلاس، معمولا اگر مثلا آیدی باشن، یا بگه مدرسه استثنایی رفته. اگر اسکیزوفرنیا باشه این تیپیه که مثلا میگن که این شاید اول بود تا کلاس دبیرستان خیلی خوب بود، درس خوب بود، یهو افت تحصیلی کرد. این وسواس چجوری بود؟ گفتش که دانشجو ترم 3 حقوقه ولی یه ترم نمیتونه بره، نشسته تو خونه میگه من میترسم برم سر کلاس و اونجا من مثلا یه صدای بدی ازم در بیاد، ناخودآگاه یه مثلا حرکت بدی انجام بدم، نمیتونه بره سر کلاس بشینه. مطمئنا این چیزایی قبلش گفتین نیستش، فکر نمی کنم این دیگه به عقب موندگی ذهنی ربط داشته. نه دیگه، آره خب چطور دو ترمو با معدل خیلی خوب سپری کرده و حالا یهو افت تحصیلی به این شدیدی پیدا کرده، این دیگه کاملا مشخصه که وسواسه که در بعد حالا تمرکز نداره، توانایی نداره، اراده نداره، انگیزه نداره، اصلا کند شده، نگاهاش یه مقداری متفاوت شده. و این از درمان دیگه، درمانم فکر کنم گفتم. آره الان بریم به سوال مورد علاقه من. افرادی که با این اشخاص در ارتباطن، حالا عضو خانواده‌شونه یا حالا دوستاشونه، با این شخص در ارتباطن، چجوری باید باشون رفتار کنن که مشکلی ایجاد نکنن؟ یه چیز جالب می‌خواستم بگم، الان به ذهنم رسید. چرا این تو کتابای ما نیست؟ این مفهوم که افراد عادی چجوری باید برخورد کنن؟ من خودم دانشجوی تخصص که بودم، همیشه یادم از یه استادی داشتیم ازشون پرسیدم، آقای دکتر فرحی، بهشون گفتم که آقای دکتر با مریض وسواس باید چیکار کرد؟ حالا من اصطلاح مریض وسواس خیلی دوست ندارم بگم، ولی حالا به صورت خلاصه اینطوری گفتم. میگه جواب خیلی قشنگ داد بهم، گفت مثلا اگر تو مراحل، گفت به عنوان اطرافیان، اگر تو مراحل اولیه‌شه میشه با اینکه موافقت نکنیم که اون کارا رو انجام بده، جلوشو بگیریم، ولی وقتی که وسواس پیشرفته شده دیگه فرد داغون میشه و شما تروماتایزش میکنین، آسیب جدی بهش وارد میکنین. و اینکه بهتره که فرد همیشه، شما اگر به عنوان یک فرد وسواسی رو کنار خودتون میبینین، اصلا تو روال درمانش سعی نکنین دخالت کنین، سعی کنین که همراهیش کنین تو مسیر درمان، باهاش برین تا کلینیک، با مشاورش جلسه جداگانه بگیرین و بپرسین که چطوری. مرحله به مرحله، جلسه به جلسه، نوع برخوردش فرق خواهد کرد. یعنی حتی یه مراجع اول جلسات درمانش با جلسه دهمش یه جور نباید باش برخورد کرد. یعنی یه جایی ما بهش میگیم مثلا شما الان هر چی میگه همونه، ولی از یه جایی به بعد دیگه مثل بچه‌ای که دستشو میگیریم تا یه جایی دیگه، بعد دیگه دستشو رها میکنیم که خودش راه بره. الان میگیم الان دیگه ولی جلوش، نه که جلوش وایسین دیگه، الان ولی موافقت نکنین با این کار. اگه میگه شما هم باید برین همتون دوش بگیرین، شما دیگه نری. ولی روز اول نمیشد اینو گفت، یعنی فرد نمیتونه، حالش بدتر میشه. پس یه چیز دیگه ای که هست، اینو خیلی دوست دارم بگم چون میگی به عنوان اطرافیان، ببین یه نکته خیلی ظریفی هست، اون هم اینه که درکشون کنیم، نه به این معنا که اجازه دارن همه این کارا رو بکنن و رفتار وسواسیشون رو تایید کنیم، به عنوان اینکه بفهمیم که چقدر حالشون بده. یعنی مثلا وقتی که میگه کثیفه، بهش میگه که
ببین میفهمم چقدر حس کثیفی داری، میخوای در موردش صحبت کنی؟ یه کاری کنیم که نبندن خودشونو. آره مثلا بگی نه بابا کجاش کثیفه، چرا میگم کثیف نیست که، چرا میگی کثیفه؟ خب این بدتر فردو مضطرب میکنه، این مشکلش رو دوتا میکنه، یکی مشکلش با خودش بوده، حالا میجواد جواب شما رو هم بده که چرا اگه میتونست که خب خودش حل میکرد مشکلشو، یا چرا باید خودش انقدر درگیر این مسائل بکنه؟ یا مثلا سرزنش کردن که باز داری دستاتو میشوری، آخه چرا فکر میکنی این کثیفه، بس دیگه. میتونین اینا خیلی میتونه فردو اذیت کنه. ما نمیگیم که مثلا بگین آره راست میگی دستت کثیفه، نه، ما انتظار نداریم شما رفتار وسواسی رو تایید کنین یا فکر وسواسی رو تایید کنین، ولی احساسی که فرد اون لحظه داره رو تایید کنین. میدونم چقدر حالت بده از این که فکر میکنی این کسی، حالا اینم باز یه مقداری توش حرفه دیگه، فکر میکنی یعنی بعد این پس تو میگی من فکر میکنم، اینم یه مقداری باز توش هست، یه ذره سخته دیگه. این سوال شاید به خاطر همینم تو کتابا نذاشتن، خیلی سخت بوده. پس یه چیزی، پس به طور کلی اون خانواده و حالا خانواده اصلی تر کسی که باهاش زندگی میکنن باید حتما تو فرآیند درمان باشه. خیلی تاثیر داره و با توجه به صعب العلاج بودن وسواس به نظر من خیلی مهمه و اطلاعاتشون رو در مورد وسواس بالا ببرن. اصلا اختلال وسواس چیه؟ واقعا فقط شستشون نیست، واقعا دست خودشون نیست. یعنی میاد فرد میگه که من میدونم که اینا کثیف نمیشه، مثلا لباساشو پهن کرده، تو از کنار لباساش که رد میشی روی جا رختی دوباره میری میندازه تو ماشین لباسشویی، میگه میدونم کثیف نشده ولی نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. میتونی وقتی که تو فکر کنی میتونه داره این کارو میکنه، تو از دستش عصبانی میشی، خشمگین میشی، ولی وقتی باور کنی که واقعا دست خودش نیست، درکش میکنی، باش همدلی میکنی، خب طبیعتا وقتی که جو آرومتر باشه وسواس هم زیربناش اضطراب دیگه، اونم کلا از بین میره و بهتر میشه. پس که آموزش ببینن که اصلا OCD چیه، با تراپیستش در ارتباط باشن که الان باید چیکار کنیم. شاید یه موقعی ما بگیم که حالا جلوشو نگیریم، شاید یه موقعی بگیم دیگه حالا نه که جلوشو بگیریم ولی اینجا دیگه اجازه مثلا اون اجتنابا رو دیگه همراهی نکنین که کسی حق نداره خونه بیاد، مهمون دعوت کنین دیگه یا ببرینش مهمونی. و تایید کردن احساسش، نه رفتار و فکرش. یعنی نه اینکه آره حق داری کثیفه، آره حق داری ممکنه ویروس ایدز منتقل بشه، آره حق داری پرتو تو هوا هستش. اینکه آره میدونم چقدر ترسیدی از اینکه پرتو توی مثلا هوا وجود داره، از این حست چقدر ترسیدی، از این فکرت. بسیار عالی. چیز دیگه هم هست بخوایم توضیح بدیم؟ من سوالام تموم شد. همه رو گفتم، نه چیزایی که لازم بود و گفتم. فقط در مورد وسواس کلا اگه بخوام جمع‌بندی کنم که چیزی جا نمونده باشه، مراجعین وسواس خیلی اذیتن، خیلی وحشتناک سخته، خیلی وسواس سخته و تجربه خیلی سختی دارن این افراد. ای کاش درکشون کنیم، ای کاش همراهیشون کنیم به جای اینکه مقابلشون وایسیم. من یه موردی داشتم، مثلا پدر برای اینکه بچه رو به کفشش حساسیت داشت، بچه تو پاشنکش رو کوبیده بود مثلا 4 طرف اتاقش که اینو مواجهه کنه، مواجهه سازی انجام بده و نمیدونی فرد رو به کجا رسونده بود، در حد به بستری کشیده بود. ای بابا. آره حالا اینو گفتم ولی به عنوان حسن ختام یه چیز بامزه بگم. یکی از مراجعین وسواسی که البته ازش اجازه گرفتم که اینو مطرح کنم، ازش پرسیدم که توی خانواده‌تون سابقه وسواس دارین یا نه، چون میدونی خب خیلی ژنتیکه دیگه، بار ژنتیکی زیادی داره. گفتش که وسواس اینجوری خودش مثلا 1000 بار مثلا چراغ خاموش روشن می‌کرد، بعد هی میگفت خاموش کردم، خاموش نکردم، دوباره خاموش می‌کرد، دوباره روشن می‌کرد، دوباره خاموش کرد، روشن کرد، هی تکرار. بعد گفتم توی خانواده‌تون هم وسواس دارین؟ گفتش که اینجوری مثل من چراغ خاموش روشن بکنن نه، ولی عمه‌ها مثلا از صبح تا ظهر کلا فقط لباس میشورن، بعد که لباسا رو آویزون میکنن، توی روستایی هم زندگی میکنن، گفت آویزون میکنن روی بندر، بعد با شلنگ اینجوری میگیرن آب میکشن. واقعا من نتونستم جلوی خودم بگیرم و خیلی بد بود میدونم، ولی خب آدمیزاد اشتباه میکنه دیگه. یعنی و من واقعا خندم گرفته بود و خودش هم خیلی خندید. ولی واقعا برای اون عمه ها هم خیلی متاسفم، امیدوارم که اونا خوب شده باشن، این چون برای اونا اصلا اینقدر خنده‌دار و قشنگ نیستش. آره اینجوری داریم تعریف میکنیم به نظر جذاب میاد. آره ولی میگم یه همچین داستانایی میتونه باشه، یه همچین چیزای جالبی داره، یا مثلا فرد یه سری رفتارهای عجیبی، یا مثلا سریال آدری مانکو دیدین؟ ندیدم ولی تو ADHD هم پشت صحنه داشتین راجبش میگفتین. آها
یه تیکشو برات گذاشته بودم که چیز بود، مثلا این شونه رو میداد بالا، این شونه رو هم باید میداد بالا. تمام تقارن ایجاد بشه. همه چیز باید تقارن میداشت. یه چیز خیلی جالبی که داشت این بودش که تراپیستش عوض شده بود و چون تو سال 2008 فکر می‌کنم تراپیستش دکتر کروگر فوت میکنه، یعنی واقعا هنرپیشه‌اش فوت میکنه، ایست قلبی میکنه، از بین میره. بعد اینا یه تراپیست جدید میارن و نکته جالبش اینه که این تراپیست دست نداشت. حالا جوری که تو ذهنمه، من خودم فکر کنم 2 بار این سریال از اول تا آخر دیدم، این با فاصله 5-6 سال، ولی خب آخرین بارش هم 10 سال قبل بوده. این یه دستش نبوده و تراپیست جدیدی که معرفی میکنن این آقای بوده که دست نداشته. تو کل جلسه اصلا تمرکز نداره آدریان مانک و همش آخرش میگه که من نمیتونم با شما ادامه بدم و اینها، و میگه که مثلا چرا؟ میگه که you are asymmetric، که تو قرینه نیستی. خیلی چیز بامزه است، سریال خیلی بامزه. واقعا اگه بخوام یه سریال در زمینه وسواس معرفی کنم، سریال مانک. یه حرکت جالبیه اگه یه سری یه اختلالی یا مثلا توی یه فیلمی توی یه سریالی باشه، فیلم رو معرفی کنیم. آره خیلی راحت تر میتونن درک کنن. این تمام کاراگاه‌ها افراد ظریف با دقت معمولا یه زمینه وسواس رو دارن، حالا که در حد اختلال بشه یا نشه. مثلا در مورد آدریان مانک اختلال بود چون اصلا دیزیبل شده بود، یعنی از کار افتاده شده بود. یه پلیسی بود که از کار اخراج شده بود، یعنی از کار افتاده شده بود و اومده بود به صورت خصوصی، کارگاه خصوصی شده بود. خب این اختلال ایجاد کرده بود. ولی خب مثلا توی خیلی از سریال‌های دیگه هست که وسواس رو نشون میده، خیلی هم بامزه است. توی بعضی زمینه‌ها فرد رو اذیت نمی‌کنه، ولی جایی که فرد اذیت میشه اونجا دیگه ما باید اون حال اون فرد رو درک کنیم، نه اینکه بامزه است که مثلا اینو شلنگ گرفته. بسیار عالی. خسته نباشین. من همه چی می‌خواستم پرسیدم، همه چی هم بکنم. باشه برای بعد. قربانت، خسته نباشی. مرسی. ممنون.